مزه شو بو اهل دین. شما در ساحه داروسازی به چی کلاها رسیده و همان مشتریان مردی هستن همه خیلی قریب که به آغوش میگیرن اونها رو. چهره زیبا دارن. همسفر زندگی شما شوهر شما رشک نمیکنه؟ اهل دین خیلی که بزرگان میگویند زن با یک دست گوهره میجماند و با دیگر دست این خیلی زنک چی با کارش چی با استماتولوگ. مزه شو بو اهل دین. سلام دوستان عزیزان تماشاگران بی‌نهایت عزیز گرامی، این نوبت پیشکش شما برنامه مزه شو با اهل دین و مهمان نوبتی برنامه ما دکتر استماتولوگ گلنوره محمدی. او بابا وعده کرد که خوراک شاهانه آماده میکنه. بیاید همه کسا ببینیم که از عهده کار میبرن. مزه شو بو اهل دین. دوستان عزیز، اینک برنامه مزه شو با اهل دین است و مهمان برنامه ماست دکتر استماتولوگ گلنوره محمدی. گلنوره خان خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. من از شما مینداری خود را بیان میکنم که شما فرصت یافتید و برای ما چندین بار بود که شما رو ما خواستیم دعوت کنیم، شما رد نکردید، این نوبت ما را پذیرفتید. تشکر زیاد. امروز دوستان عزیز ما با بانو گلنوره قرار داریم در یک منطقه زیبای وطن در درون باغ و گلها. اگر که خیلی که شما میبینید یک منطقه بی‌نهایت زیباست، هوای فارم است و یک خوراک غیر عادی که شما به ما وعده کردید. باورم کنید من بار اول است که میبینم که در یک میز چند نمود گوشت است. تماشابین ما اگر که کامera دورتر هم باشد من معرفی میکنم، اینجا گوشت گاو است، گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت بودنه. از سبزیجات باشد بایمجان، کارتوشکا، پمیدور، قلنفور با گوشت و کبودی ها. شما امروز برای ما چی آماده میکنید؟ امروز ما برای شما اوقات شاهانه آماده میکنیم. شاهانه گویا این اوقات شاهان میباشد. خوراک شاهان. بله. خیلی شما از رفت برنامه ما البته که شناس هستید، شما میدونید که برنامه ما چقدر میشه. شما آماده کردن میگیرید، من سوالهای خودم رو به شما پیشنهاد میکنم. اگر که سوال من به شما معقول نشد شما حق دارید که جواب نگویید. فقط به یک سوال به دیگرش جواب میگید. راضی هستید؟ بله. شروع کردیم. تماشابینان ما زیاد از ما ایراد میگیرن که چرا ما در وقت خوراک پختن دست پوش نداریم. لیکن من باید به همه تماشابینان بگویم که دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیز، ما پیش از آنی که برنامه رو آماده کنیم ما دستان خود رو هم با صابون بشوییم و امروز که در نزد ما دکتر هست حتی او ما رو مجبور کرد که ما با اسپریت دستهای ما رو بشوییم، هرچند که این خوراک رو خودی ما میخوریم. انا شروع میکنیم. گلنوره خان از شما آماده کردن گرید، من به شما سوالهای خود پیشنهاد میکنم. با بسم الله شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم از گوشت. انا گلنوره خان شما بر چه با شما فهمانم که عادی‌تر شود بسیاری ها شاید سوال دهند که گلنوره کیست و چرا محض گلنوره را ما به برنامه دعوت کردیم. دوستان عزیز، گلنوره را در یوتیوب، در اینستاگرام، در همش زیاد شبکه‌های اینترنتی همچون دندان پزشکی ستاره ها میشناسند و گلنوره با یک قول اگر عادی گوییم به زبان روسی گوییم زویازنی استماتولوگ. همه ستاره های مشهور تاجیکستان مشتریان شما هستند. شما اهل دین تعریفی بد کردید، خیلی درست قید کردید. در بین مشتری های ما ستاره ها هم هستند، آدم های عادی هم هستند و از اینجا پس معلوم می شود که مشتریان شما نه تنها ستاره ها بلکه شخصان عادی جمهوری هم به نزد شما رفته می توانند. بله. انا گلنوره خانم، انا برای ما یک چیز معماست. چرا شما محض وظیفه وزنینی که برای زن خاصی زن گویا که خاصی زن گویا که نیست آن را به خود کسب کردید، زیرا که در تاجیکستان زن استماتولوگ به نهایت کم است. بله. شما محض همین کسب را به خود قبول کردید. سبب اصلی همین است که من از خوردی دندان‌های کودک‌های همسایه رو از ایام کودکی دندان میکندید؟ کودکی همسین و سالهای خودم رو میکندم و پدر و مادر همین نگاه کرده
گفتم که این کسا باید استоматолог کنیم حتما. از این پس معلوم می شود که شما از ایام کودکی محض همین دندان پزشکی رو دوست می داشتید. بله بله. برای که بسیار بانوان، کودکان، دختران، هر کس آرزو هوس داره. بسیار دخترکان از کودکی آرزوی دوزندگی میکردند و پزندگی و دیگر. شما محض همین کار رو انتخاب کردید که همگان از او میترسند، هم کودک، هم زن، هم مرد. شاید برای آدم ها رو ترسانیدن باشد. شما در ساحه استоматология چند سال شد کار میکنید؟ از سال 2010. از سال 2010 قریب که 15 سال میشود که شما استоматологی صاحبی هستید. انا برای زن استоматолог شما چه که من میدونم شما کلینیک شخصی خود را دارید. برای زن در کلینیک راهبریت کردن، بعد از آن به خانه آمدن، با فرزندان وقت یافتن، با یک سهم خود را به عائله گذاشتن، اینقدر وقت برای شما از کجاست؟ اینقدر قوه نیرو از کجاست؟ اهل دین خیلی که بزرگان میگویند زن با یک دست گوهره میجماند و با دیگر دست دنیا رو میجماند. حالا که من یگان کاری نکردم، این کسبه من است، برای من این عادی میتوبد. شما علاقه که در 15 سال فعالیتتون همون چه بگم نقشه ها رو جابجا گذاشتید، از عهده همش میبرید. شما روز نشده است که از کسب شما کارتون رو کردن گرید. انا شما روز نشده است از کسب انتخاب کرده خود پشیمان شده باشید؟ یگان لحظه. برای چی؟ برای که من این کسب رو از خودی انتخاب کردم و زیاد دوست می‌دارم. انا روز شده است که به نزد شما مشتری آمده باشد و از کاری کرده شما ناراضگی بیان کرده باشد. یگام دکتر به گردن نمیگیرد که مشتری او راضی نیست. شاید که در سالهای اولی فعالیتم شاید گذشته باشد همین خیلی لحظه ها. نه که بس با مرور وقت که من در این ساحه پخته شدم، همه چیز رو درونتر فهمیدم، حالا این چیزا نیست. خیلی که در بالا ذکر کردیم مشتریان شما زیادی آنها شخصانی شناخته استرادا، شناخته فرهنگ و صنعت هستند، از قبیل بانو ثریا قاسم و شبنم ثریا و فرزانه خورشید، صبرینه نظری، فریدون خورشید، دلاوری نژاد، روی خطشون که زیادن. با آنها چی خیلی معامله میکنید؟ زیرا که همگان میدونیم که در روی دنیا همه با ستارگان و شخصانی که شناخته هستن با آنها یک راهی معین یافتن، در کاست که با آنها نمیدونم یک نازکی خود را دارن یا نمیدونم یک چی میگن یک رفتی با خود به خود هر کس را راه نمیدهند. زیادی آنها ما میدونیم این مخفی نیست. شما با آنها چه خیلی راه یافتید؟ اهل دین من فکر میکنم که وقتی که آدم کسب خود را دوست دارد و از عهده کسب خود به درجه های عالی برآید، اون نه تنها در بین مردم عادی مشهور می شود، بلکه در بین ستاره ها هم او را می شناسند. مهم کسب خود را از تحت دل کردن است. از اینجا برمیاد که متخصصی ساحه کاری انتخاب کرده خود باشید. بله. شرط نیست که او ستاره است یا شخص عادی. بله. با شما مراجعه میکنم. و یک سوالی بگویم که پرووکاسیون میگن، از همین قدر شخصیت های محشور پیش شما میویند و انا شما که آنها را از نزدیک میبینید، هرچند که تماشابین عادی آنها را از دوری در بالای صحنه میبینند، در نزد دهانشان میکروفون است. شما باشد از نزدیک میبینید، داخل دهانی آنها را میبینید. از همه دندان های بیزی بس کیست؟ از من. شخصانی که به نزد من میبیایند آنها نه بلکه سیمای زیبا دارند، بلکه دهان و دندان و چهره زیبا دارند. من یگان تایبایی رو خیلی گپی بیزیب گفتن نمیتونم. اما شده است باره که شما، من برای که بسیار خود در همین حالت من خودم دوچار میشدم، وقتی که میروم میگویم که دکتر که ساعت 12 بیا، من میرم که ساعت 12 و کس مشتری دارد، بعد مجبور میشوم که ساعت ها انتظار شوم. باش همین حالت در شما میشود یا نه؟ میشود.
برای چی؟ баъзан вақт ҳастанд муштариҳое ки кор ҳамун коре ки мо карда истодаем қиинтар мегузарад. аз як соате ки мо ба ӯ кас ҷудо кардем зиёдтар меравад. например кравит мекунад, кравати чения мешавад, худо нишонад я. вақти канданда удаления сложне мешавад, вақти дандонканӣ кандан қинӣ мекунад, решаҳо каҷ мешаванд. ба ҳамин хотир як соате ки мо ба ӯ кас ҷудо кардем вақт дарозтар мекашад. ва баъди ин кор мо ҳатман аз одаме ки интизор аст мо бахшиш мепурсем. баромада шахсан ба он кас мегӯем бахшиш, кормон қин гузашт, осложнения буд, сложный буд. ман як хабари тозае шунидам ки шумо ба ғайр аз оне ки ба дандонпизишкӣ ву ба дандонсозӣ ву намедонам ҳамун соҳаи шуморо агар ман аз шумо узр мехоҳам ки ягон калимаи нодуруст гап занам ки мисол мегирем ҳам дандонпизишк ҳаст, ҳам дандонсоз ҳаст ва ҳам мисол мегирем шахсе ки ба сафед кардани дандон машғул асту дигару дигар. ман шунидам ки шумо ба ғайр аз дандонпизишкӣ боз ба дорусозӣ ҳам машғулият доред. бале. напурсед ки ман аз куҷо пурсид медонам. ба ман гуфтам ана шумо дар соҳаи дорусозӣ ба чӣ қуллаҳо расидеду ва чӣ ихтироъ кардед? барое ки ба ман гуфтанд ки шумо дору месозеду дигар ҳатто таҳлилҳои уже аллакай гузаронида доред. бале. бале аҳлидин, шумо дуруст қайд кардед. ин сирри махфӣ буд. аллакай махфӣ нест. вале шумо инро ошкор кардед. ман як 5-6 сол пеш қабл як аз чанд гиё як доруе ихтироъ кардам маҳз барои милки дандон, барои хуншоршавӣ, барои варамнокӣ, барои бӯи милк. ман ҳамин чизро дар практикаи худ истифода бурдам. зиёда аз 6 сол шуд ва ман дидам ки бисёр ҳам нағз ин табобат мекунад. муштариҳои ман розиянд, табобати хуб мегиранд, ҳама розӣ аст. ман инро ҳамаро қайд карда навишта китоб карда мондагиам. ин ихтирои кардаи шумо кай дастрас мешавад? зеро ки он шахсе ки ба ман гуфт ки дар ягон ҷо ба муомилоти васеъ гузошта нашудааст. худо хоҳад мо аз қафои документация шавем. ҳуҷҷатгузорӣ бояд ҳуҷҷатгузорӣ кунем, литсензия гирем. литсензияро ба мо агар диҳанд мо иншоалло сар мекунем. шумо барор хоҳонам, зеро ки дар ҷумҳурии мо дар соҳаи дорусозӣ он қадар ҳоло қуллаҳои баланд нест. ман мехоҳам ки шумо ин аввалин бошаду охиринаш не. биёед аллакай ки ба фикрам ки инҷо ҳама аллакай ки омода аст. ба назди бояд оташдон гузарем. биёед тамошобинони гиромӣ, ҳоло навбати ҳамаи ҳаминҳоро пухта. инро шумо барои мо чӣ хел омода мекунед? як кам тарак ахборот диҳед. мо аввал гӯштҳоро паси ҳам зирбонида мегирем, баъдан сабзавотро мезирбонем, картошкаро мезирбонем, баъд ҳамаи инро ба буғ дам медиҳем. умедворам ки як хӯроки хуб мешавад, барое ки мо аллакай ки номи шоҳона гуфтему, як дағдаға кардем ба қавле. ин хӯроки шоҳона аст. интизор мешавем. ана як саволи дигар, инҳо аллакай намак кардаанд ё ки намак мекунед? не, намак кардаги нест. аз сабабе ки ман шуморо ба гап гирифтам. марҳамат, намак. гулрахон намак кардем, мурч кардем то ҳоло ки оташдони мо то таспиданаш. ман як саволи шахсӣ дорам ба шумо. аз шумо пурсидани будам ки шумо мисоли оддӣ ки ман ҳатто ки мисол мегӯям ҳоло ҳам як як примери муайян бурам ки ман бо шумо суҳбат мекунам, лекин мо қариб ки 1 метр дур ҳастем. вақте ки шумо дандон меканеду дандон мечаспонеду, қариб ки ҳамон муштариёни мард ки ҳастанд ҳамин хел ки қариб ки ба оғӯш мегиред онҳоро.
این معما نیست. زیرا که من خودم در استоматолог بودم، یک زن استоматолог من بود، همین قماند بود که مرا به آغوش بگیرد برای که دندان آخر بود. انا در همین حالت همسفر زندگی شما، شوهر شما رشک نمیکنند؟ وقتی که همسفر زندگی من، شوهر من مرا انتخاب کرد، من الکی دکتر دندان بودم، من الکی استоматолог بودم و او از همه این چیز با خبر بود و سخنها هم بود که مبادا رشک نکنی. نه، هم دیگر فهمی کردیم، اویله برپا دادیم. شما چند فرزند دارید اگر مخفی نباشد؟ من 2 فرزند دارم، 2 دختر. 2 دختر. شما آینده فرزندان خود را در ساحه خود میبینید و در ساحه شوهرتان میبینید و در کجا میبینید آینده فرزندانتان را؟ نه، من آینده 2 دختری خود را در ساحه خودم میبینم. دندان پزشکی. در ساحه دندان پزشکی. برای که من الکی همین برنامه اگر به افیر برایت شاید که برنامه 20 یا 20 چندم باشد، یکم بار به من مهیا شد که مادر بگه که من فرزندانم را در ساحه خودم میبینم. زیرا که بسیاری میگن که نه، من نمیخواهم، شخصا خودی من نمیخواهم که فرزندان من ساحه‌ای که من کار میکنم آن را انتخاب کنم. من نمیخواهم. لیکن شما میخواهید که این خیلی باشد. یک چه بگم، یک سوال دیگه دارم که این هم شخصی است. ما تاجیکان چه بگم، فکری عمه را گوش میکنیم، خاله را گوش میکنیم، دیگر رو کلینی همسایه و زنی تقا و دیگر. انا با شما بار میشنویم، یه وقتا زیاد وقتا میشنیم شما یه بار نشینده که ای خی زنک چی و کارش چی با استоматолог یا دندان کنک فرقش چی بوده؟ همین گپا با شما سخت نمیرسد یا که شنیده اید نشنیده اید؟ من این گونه گپ‌ها رو نشنیدم. من برعکس شنیدم که مردم میگویند قندش زند احسن به همون زن که همین خیلی باری وزمین رو به دوش گرفته زندگی رو پیش برده ایستاده است. من فکر میکنم که زمانه ما در حوض شکرانه پیشوای ملت، شکرانه آزادی، شکرانه تنجی و امانی همین کشور عزیزمون به زنها همه درها کشاده شدن. ما زنها میتونیم آزادانه فعالیت کنیم، آزاد میتونیم کلینیکای خود رو کشاییم، آزاد میتونیم در اوج فعالیت کنیم. همه چی آزاد شد، همه چی آزادی، شرایط همه مهیاست. من با گپ شما همراه شده یک چیز رو به تماشابین خود گفتنیم که تماشابین عزیز، اگر که شما ندانید ما حالا در یک منطقه قرار داریم که از پایتخت قریب که 80 کیلومتر دور است. 60 کیلومتر دور است، در یک منطقه کوهستان. اگر که شما به پس ما نگرید در کوه ها حالا که برف است، هرچند که ماهی ایون، امروز روز 1 ایون است، این قدر یک منطقه زیبا، یک هوای زیبا، این گل هایی که در نزد ما میبینید یک تراوت زیبا دارد. همین برای ما یک خود دولت است، یک زیبایی، یک آبادی. گلنار خان، حالا نوبت آن است که دیگ هم تصفید. حالا بیایید میرویم به نزد دیگ. در نزد دیگ از چی شروع میکنید کار سر کنیم، آغاز کنیم؟ یک چیزی که پیاز نکردیم. پیاز در کار نیست. точно؟ بسیار. رفتیم. حالا ما از چی آماده میشیم؟ از چی سر میکنیم؟ از روغن شروع میکنیم. رفتیم. با بسم الله شروع میکنیم. در این خوراک شما حالا در اینجا روغن 3 لیتر است. چند کاش می‌ریزید؟ اون مشروع می‌ریزید. این خوراک در حقیقت شاهانه بود. همین محصولاتی که شما در اینجا پیشکش شما کرده، شاید که یکم تماشابین ما خواستار آماده کردن همین خوراک شود. اگر مخفی نباشد چند کیلویی گوشت گاو، گوسفند، مرغ، از همش با یک حساب میانه. این وابسته از اون است که همون شخصیت چند قدر چگونه معرکه دارد. مثلا حالا در و چند کس رو دعوت میکنند. در همه حال خودت حاضر. حالا من از همش 2 کیلویی گرفتم. 2 کیلو به حساب میانه 2 کیلویی صرف میشه.
بعد از گوشت گاو نوبتی گوشت گوسفند شما دخترانی که میخواهند به ساحه شما کار درآیند نه فقط به ساحه شما به دیگر ساحه میل خواندن دارند شما به آنها چی توصیه میدهید همچون متخصصی کار خود همچون زنی که با طولهای بلندی ساحه خود رسیدید زیرا که من پیشکی قید کردم که شما کلینیک خود را دارید شما چند کارگر دارید شما بغیر از کاری که خود میکنید مثال میگیریم شما بغیر از کاری که مثال میگیریم به زبان روسی میگن که ارگانیزاسیون چست میگن شما هم با کارمندان انداز با کارمندان برق با کارمندان تاجیک استاندارد با کارمندان دیگر همه ساحه خودتون حرف میزنید و خودتون یک موقع خود به زبان روسی میگن که منینه خود رو میگذارید به همین جوان دخترانی که هنوز قدم های اول خود رو میمونند بعد از مکتبند یا که بعد از همون کالج می خط کرده خود هستند چی مصلحت ها میدهید چی گفتنی ها دارید به آنها تماشابین ما اگر که در حیرت باشه که شخصی سیوم کیست این شخصی سیوم یاردمچی ماست علامو تمام همین هست من با این دخترانی که اینا اولین قدم‌های خود را در ساحه هر گونه انتخاب کرده خودشان میگذارند اول گفتنی هم که فقط به پیش دوم به سخن هیچ کس گوش ندهید فقط فکر خود نیمه خود میشود حالت‌هایی که مردم از راه میزنند بسیار دقیق میگویند و هیچ کس گوش کردن نکنند فقط در پیش باز حالت‌هایی میشود که آدمیزاد در همین کسب انتخاب کرده خود بسیار وقت پیشگویی میخورد میافتد من گفتنیم که از جای خود خسته دامن خود را بگیرد باز سلامت باشید با عقیب نظر کردن در کار انا یک چیز دیگه که برنامه ما رو از بیرون جمهوری زیاد تماشا میکنم در چیزی که ما میدونیم اما کامنتاری هایی که مینویسند از فدراسیون روسیه تماشا میکنن از جمهوری ازبکستان تماشا میکنن از امارات عرب تماشا میکنن حتی از خطای ژاپن هم تماشا میکردن من وقتی کامنت ها رو میخونم در آنجا زیاد از یکاترینبورگ سلام از توکیو سلام از دیگر سلام همه آن جوانان و هموطنان ما که در برون مرزی هستند در غریبی هستند برای آنها چی بکنیم؟ برای آنها پیش از همه سلامتی خواهیم دیگر همیشه صحت سلامت بشن برای کار خواهیم خودشان را احتیاط کنند همیشه بدونم که در خانه ما اونها را انتظاریم سلامت گلنار خان اگر مخفی نباشد شما این خوراک رو از کجا می‌گیرید؟ من همین قدر فکر دارم در سری من خیلی نمی‌دونم این خوراک عاقبتش چی میشه. من راستی بجز کسب استماتولوژی خود پز را زیاد دوست می‌دارم و از هر گونه شبکه‌های اینترنتی از کتاب‌ها از هر جا طرز دادن خوراک همه از اینترنت هم هست و بسیارتر فانتزی کنم در خیابان‌های شهر بعد از کار مانده شده میبرید در خیابان‌های شهر میگردید و شخصانی که چه بگم در نزد شما باری بودن
یا که یک چند بار بودم اهلی بود چی حسیات شما رو پیش میگیرد؟ هم تبابت کرده و هم بگویم که یک چند بار شما بودم بسیار خورسندی امروز ما رو میبینم خود میترم دکتر السلام علیکم من امروز رو میبینم خود مونده هم داشتم مبادا یعنی مشتری خود رو در راه بینم برای من این اول تبسیم میبرد من با این سوال میکنم چرا تبسیم نمیکنی؟ برای سلامه که پدر بیانه که تا کنید برای در تبسیم امروز من نکردم بعضا وقت کل نمیشه شما در بعد فرزندان در فراق مادر ذکر نمیشه میشه ولی من فکری آینده آنها رو میکنم من باید مدیریت کنم کار کنم که آنها رو بقیه رسونم آیا فرزند خود فکر میکند که مادری من برای من میکند یا زیقی مادر و زیقی چه بگم شما را سخت نشود برای زیادی مادران میکنند زیقی آن وقتی من تنهایم زیاد فکر میکنم که فرزند خودت من علاکه عادت کرده است برای که هر صبح وقتی من به کار میروم خای میدید ککا بیور میدید وقتی که من میدویم به خوشحالی پیشواز میگیرد خود شما زیق نمیشه من زیق میشکنم مزه شو با آلیدین گلناره خان باورم کنید در همین قدر برنامه ها من یگان بار این قدر منتظری نکشیده بودم دوم آنکه این خوراک شاهانه شما در حقیقتا هم شاهانه شد دوستان عزیز این یک معجزه همین چی است بگیم که معجزه افیر میگن همین خیلی معجزه است برای آماده شدن این خوراک تقریبا چند ساعت یک نیم ساعت این خوراک باید دم بخوره به گفتی آشپز حالا خوراک آماده است ببینیم مرحمت
اینک دوستان عزیز، تماشابینان بی‌نهایت عزیز و گرامی ما، خوراکی آماده کرده گلنار بانو، خوراکی که در اصل در حقیقتا هم شاهانه است. در این طبق، در این دسترخوان باورم کنید هم گوشت بودنه هست و هم از مرغ و هم گاو و گوسفند و همه چی هست، هم خوچ. الکه اشتها آور است، الکه خوب است. امیدوارم که خیلی بسم الله گفتن نمکش رو میچشیم، بعد بهاگذاری میکنیم. افسوس که شما تنها میبینید و مزهش رو میچشید. انا یا بسم الله گفتن میبینیم، از خوچ سر میکنیم. بهترین بیاد ایخ نکنیم. شما بیا من شما دا گیرم. نه یک حالت حساس است، حالت خوب است که اینقدر بس انا از این هم بینیم. بهترین است. شما میگنید در آخر گلنار خان برای تماشابینان ما، برای کل مردم تاجیکستان، تاجیک زبانان دنیا، آنهایی که این برنامه را هم از وطن میبینن هم دور از وطن میبینن، چی گفتنی دارید؟ همیشه دسترخوان آباد داشته باشند، تنی صحت، خانه آباد و دویم سربلند باشند. من هم به گفته های شما میپیوندم و میگویم که همیشه سربلند باشید، خانه آباد باشید. و دوستان عزیز، میخواستم برای دستگیری به واسطه اکای امرولا ینگای گوهر، ینگای گالیه رو مینداری کنم که اینقدر ما رو دستگیری کردم. این خانه آباد، این درسالخانه آباد، همه مهنت دست آنهاست. مینداری خود را یک بار دیگه به آنها میرسانم. سلامت باشید. مزه شو با آلیدین.